سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به این ویدیو جدید از چنل من. بچه ها، من شماره‌ای که با اون فوتبال بازی می‌کردم 7 بود و الان تغییر کرد شده 10. حالا شاید براتون سوال شده باشه که چرا تغییر کرد. ببینید بچه ها، من یه همکار داشتم که با اون همکار ویدیو میذاشتم و کلا فوتبال بازی میکردیم با هم. اون گفت من میخوام شماره 7 رو بگیرم و کلا خیلی وقت با این شماره هستم و این شماره رو دوست دارم. پس منم گفتم که باشه دیگه، من شماره 10 رو میگیرم. شماره 7 هم که مال رونالدوه و 10 هم که مال مسیه. و آره، خلاصش ما با این دوتا شماره فعالیت میکنیم و قراره یک کلمه ای رو بهتون بگیم که برای حمایت از ما میتونید اون رو کامنت کنید و داخل کامنت ها بنویسید. هر چه زودتر اون کلمه رو میسازیم، مثلا مثل این کلمه CR7، اینو مثلا واسه رونالدو این کلمه، ما هم میخوایم یک کلمه بسازیم که واسه هر دومونه. یعنی مثلا آخرش برای من شماره 10 داره و برای دوستم شماره 7 داره، دقیقا به اون شماره هایی که هستیم و شما میتونید برای حمایت از ما اونها رو کامنت کنید. و آره، خلاصش این بود از این ویدیو. فقط میخواستم این اطلاعات رو بهتون بدم. از این به بعد کلی چالش داریم، کلی ویدیوهای باحال داریم. امیدوارم با ما همراه باشید. خدافظ.